سلام و درود به تمام دوستان عزیز، مخصوصا بی‌اعتنایی گل. من مجید هستم و تو این ویدیو میخوایم در حدود 1000 تا 1100 خط کد یک نرم افزار موزیک پلیر درست کنیم با استفاده از فریم ورک کیوی پایتون. همینجا بهتره چند تا نکته بگم. نکته اول، شما به این پروژه که یک موزیک پلیر ساده هستش به عنوان یک تفریح نگاه کنید، نه به عنوان یک نرم افزار کاربردی که طرفداران زیادی داره. دلیلش تو نکته دوم میگم. نکته دوم، خیلی صادقانه میخوام بهتون بگم، پایتون مناسب ساخت نرم افزار اندروید نیست. حالا چرا این حرفو میزنم؟ چون همونطور که قبلا گفتم شما میتونید کدهایی که با استفاده از فریم ورک کیوی نوشتید رو طی یک فرایند و طی یک روندی تبدیل به نرم افزار اندروید کنید. و حقیقت اینه با نرم افزاری که تو این ویدیو خواهید دید به هیچ عنوان توانایی رقابت با سایر برنامه‌های مشابه رو نخواهید داشت، چون اونا به شکل خیلی حرفه‌ای و مناسب اندروید ساخته شدن. تا وقتی که زبان‌هایی مثل جاوا و کاتلین وجود داره، کی میاد با پایتون نرم افزار اندروید بسازه؟ نکته سوم اینه که من این پروژه رو دیشب در حدود ساعت 1 تموم کردم. خواستم قبل از بهینه‌سازی زودتر ویدیوش رو ضبط و آپلود کنم. نکته چهارم اینه که من برای ساخت این برنامه معجزه نکردم. فقط طی یک سری آموزش‌ها چندین خط کد نوشتم و منطق رو درست کردم. برنامه‌ای که نوشتم کاملا ساده است و هر کسی با کمی آموزش و تمرین قطعا میتونه برنامه‌های بهتری بسازه. از این پروژه نترسین و انجام بدید. منتظرین نباشید که یک پروژه خیلی ساده به شما بدن و شما یک شبه اون رو انجام بدید. و نکته آخر، همونطور که گفتم کدهای این برنامه در حدود 1000 تا 1100 خط هستش. بنابراین نمیخوام رفتار تک تک خطوط رو توضیح بدم، فقط شبه کد رو توضیح میدم که عملکرد کلی رو گفته باشم. سعی میکنم نکات مهم رو در کمترین زمان ممکن بگم که زمان ویدیو هم طولانی نشه. بدون حرف اضافه‌ای میریم سراغ توضیحات. حالا بریم که کارکرد و نحوه عملکرد این برنامه رو ببینیم. برنامه که اجرا میشه، این بالا یک پلیلیست میبینید، لایک میبینید و سیتینگز. پایینش هم یک پلی و استوب به همراه اگزیت که زبانتون که قطعا یکم خوب هست که بدون اینو به چه معنیه. این وسط چی میبینیم؟ این وسط یک عدد میبینیم به همراه 3 نقطه، یا البته اینجا 4 تا نقطه است. اینجا هم دوباره همون عدد رو میبینید که میبینید اولش عددش با این اولیش مشابهه. یک عدد رو میبینید به همراه اسم اون فایل و سمت راستش هم دوباره همون عدد رو میبینید به همراه کلمه لایک و میبینید که این لیست بالا پایین میره و هر کدوم رو بزنیم پخش میکنه برای ما. مثلا اگه ما این رو بزنیم مثلا پایین تر بریم، میبینید که مثلا الان 42 تا فایل صوتی اینجا وجود داره. مثلا من اینو میزنم، میبینید که الان صدا در حال پخشه. اگه استوب رو بزنیم استوب میشه، طبیعیه که باید استوب بشه. پلی رو بزنیم دوباره از اول شروع میشه. پلیلیست رو بزنیم وارد یک بخش میشه، یک صفحه میشه که میبینید مشابه صفحه قبلیه، با این تفاوت که این بالا یک آپدیت داره و این پایین یک بک داره که اگه بک رو بزنیم دوباره به همین صفحه برمیگرده. مثلا ما این پلیلیست رو انتخاب میکنیم، میبینید الان خالیه. اگه آپدیت رو بزنیم باید اون موزیک هایی که تو اون پلیلیست وجود داره اینجا برای ما ظاهر بشه. اینجا اگه آپدیت رو بزنیم میبینید چند تا مورد اینجا هست که اینجا هم اگه بزنیم دوباره صداش پخش میشه. بعد استوپ رو بزنیم استوپ میشه. و خب این ناتینگ هم کار خاصی انجام نمیده، یعنی کار خاصی براش در نظر نگرفتم. همچنین اینجا من کار خاصی برای اینو در نظر نگرفتم و خب هنوز بهینه نکردم این برنامه رو و یک سری کدها واقعا اضافه است. بخش لایک رو بزنیم، بازم اینجا یک آپدیت داره که اگه اینو بزنیم چیزایی که لایک کردیم اینجا ظاهر میشه. مثلا بذارید چند تا دیگه لایک کنیم، مثلا اینو لایک میکنیم، این خب دوباره میریم تو همین بخش. اگه آپدیت رو بزنیم اون چیزایی که لایک کردیم هم بهش اضافه میشه و میبینید اینجا هم یک عدد داره به همراه یک عدد دیگه که اینجا آن لایک داره، یعنی برداشتن اون لایک. و خب اینجا هم یک حالت اسکرولی داره که بالا پایین میشه. اینجا اگه آن لایک رو بزنیم از این بخش حذف میشه و خیلی هم عالی و زیبا. خب در ادامه ما اگه این رو اینجا کلیک کنیم و بکشیم به سمت چپ، نه چی کار کردی؟ به این شکل این وارد یک صفحه دیگه میشه، یعنی این بین این دو تا صفحه میتونیم ما جابجا بشیم که اینجا یک پلی لیست داره، جلوش خالیه، ولی اگه یه دونه از این دکمه ها رو بزنیم جلوش تعداد پلی لیست هامون رو نشون میده.
اینجا یک بخشی داره که برای اضافه کردن یا حذف کردن پلیلیست جدیده. اینجا البته متنش من اشتباه نوشتم، باید یه جورایی حذف و اضافه رو می‌نوشتم. به هر حال بگذاریم. اینجا اگه خالی باشه ما یه دونه از اینا رو بزنیم، البته اینجا می‌بینید که تعداد پلیلیستمون رو نوشته، میگه داخل این بخش، داخل این کادر نباید خالی باشه، دیلیت رو بزنیم. خب چیزی نداره که حذف کنیم دیگه، یعنی ما باید اول اسم اون پلیلیستی که می‌خوایم حذف کنیم رو اینجا وارد کنیم و بعد این دکمه رو بزنیم. بعد اگه دیسپلی رو بزنیم، اینجا تعداد پلیلیستامون یعنی شماره هاش و اسمشون اینجا می‌نویسه. اگه یک پلیلیستی رو بخوایم اد کنیم، اینجا اد رو میزنیم، به یک چنین شکلی اد میشه. این بالاش می‌نویسه 4 تعداد پلیلیستامون می‌نویسه. دیلیت رو بزنیم، دیلیت میشه و به همین شکل مثلا بزنیم اد کنیم، می‌بینید که اینجا اضافه شده و اگه وارد این بخش بشیم می‌بینید که اینجا اد شده. خب الان دیدید که ما این 4 تا آ رو اد کردیم اینجا. حالا چجوری موزیکامون رو به پلیلیست اضافه میکنیم؟ اینجا یک سری عدد وجود داره که مربوط به یه جوره آپشن اون موزیکه که اگه بزنیم یک چنین صفحه‌ای ظاهر میشه، اسمش رو نوشته، سایز و فرمت و کدش نوشته. این کد یه جورایی میشه گفت مهمترین بخش این برنامه است، چون تمام چیزایی که کار میکنه و تمام عملکردش بیشترش مربوط به همین کده، یعنی با همین کدش کار میکنه. خب اینجا مثلا اد پلیلیست رو بزنیم، مثلا به این پلیلیست آ اضافه میکنیم، بعد بذارید یه دونه دیگه هم اضافه کنیم، مثلا این 33 رو اضافه میکنیم، اد میزنیم به این. بعد ما اگه اینجا بیایم آ رو بزنیم آپدیت، میبینید اونا اینجا وجود دارن. و اگه بخوایم حذفش کنیم، شماره 33 بود، این رو میزنیم و از اینجوری حذفش کنیم. اگه دوباره هم بزنیم که میگه تو پلیلیست وجود نداره. به همین سادگی این بود بخش ظاهرش. حالا یک بخش ستینگ هم وجود داره که من میخوام الان خیلی سریع توضیح بدم. اینجا یک بک داره که اگه بزنیم برمیگرده به همین حالت اولیش، یعنی به همون صفحه اصلی. کال سیتینگز داره که اگه بزنید به یک همچین شکلی با یک انیمیشن اینجوری میاد به این صفحه. اینجا بذارید اینجا کاملا دکمه است، یعنی هر جوش فشار بدید وارد این صفحه دیگه میشه. اینجا ما میتونیم رنگ دکمه رو تنظیم کنیم که به این شکل میتونیم عوض کنیم. از اینجا هم میتونیم تیرگی و روشناییش رو تنظیم کنیم. اینجا رنگ‌های مختلفی وجود داره که میتونیم درست کنیم. اگه بخوایم رنگ دکمه رو عوض کنیم، مثلا بذارید این رنگو، مثلا رنگ دکمه‌اشو آبی میکنیم، رنگ چیزشو، رنگ لیستشو بنفش میکنیم. دقت کنید پس زمینه اینجا یه جوری پیشنمایشی از اون رنگی که خواهد داشت. اینجا یک بک‌گراند کالر داره که یک رنگ‌های مخصوصی اینجا وجود داره. الان بذار ببینیم چه رنگیه. می‌بینید که این پس زمینه‌اش سفیده. دقت کنید این پس زمینه سفیده. اگه ما بخوایم رنگش رو عوض کنیم، میگیم از اینجا و مثلا می‌زنیم بلک. اینجا عوض نمیشه، ولی خب در یه بخش دیگه اگه برنامه رو ببندیم و باز کنیم، این بخش انگار تنظیماتی که درست کردیم اعمال میشه. یه بخش دیگه هم داره انالوگ سیتینگ، یکم تلفظم بده ولی خب اینجا یه بخش CMD داره با پروسس که ما یک سری کارهایی میتونیم از اینجا انجام بدیم. یه بخش دکمه موزیک داره که این اگه ترو باشه یا آن باشه، این پایین یه دکمه موزیک اضافه میشه که حالا میبینیم چی کار میکنه. حالا اینو میذاریم آن باشه. بعد یک منوی سمت چپ داره که الان دیدیم مربوط به اضافه و حذف کردن و دیدن پلیلیست بود که اگه آن باشه میتونیم اون صفحه رو ببینیم، اگه آف باشه اون بخش چپ و راست بردنش و جابجایی بین دو صفحه از بین میره، اون قابلیت از بین میره. اینجا یک ورتیکال و هورایزونتال داریم که من نباید اینو اینجوری درست میکردم. اصلا چه معنی داره وقتی آن باشه مثلا بشه هورایزونتال و وقتی آف باشه بشه ورتیکال؟ این معنی نداره. ما به جای این میتونستیم از یک حالت چک باکس استفاده کنیم، یعنی تیک دار باشه، دو تا گزینه داشته باشه. یعنی اگه مثلا گزینه سمت راستی رو زدیم بشه ورتیکال و اگه سمت چپی رو بزنیم بشه هورایزونتال. حالا این برای چیه ورتیکال یا هورایزونتال؟ الان رو حالت ورتیکاله که میبینید اینجا به صورت عمودیه به این شکل، ببینید اینو از بالا به پایینه. ولی اگه این روی این حالت هورایزونتال باشه این میشه افقی، یعنی از چپ به راست. حالا برای اینکه این تنظیماتمون اعمال بشه باید برنامه رو از اول اجرا کنیم که من اینجا یک CMD براش درست کردم
که یعنی اگه آر بزنیم و این پروسس رو بزنیم برنامه بسته میشه و دوباره باز میشه و میبینید اون تنظیماتی که ما درست کردیم و اعمال کردیم اینجا ظاهر شده و میبینید اینجا هم از چپ به راسته. خب بذارید موزیکش هم من به شما نشون بدم. خب میبینید دکمه موزیکش اینجا و اگه اینجوری باشه بذارید مثلا این آهنگی که اگه زدیم، اگه این موزیک رو بزنیم اینجا استارت رو بزنیم پخش میشه و خب این یک چنین چیزیه که به عنوان یک آپشنی به این برنامه اضافه کردم و خب کاربرد خاصی هم نداره. تنظیماتش رو به حالت قبلی برمیگردونم، یعنی این دوتاشو آف میکنم و البته تو این CMD هم من یه چیز دیگه هم گذاشتم، اینه که اگه یک MJEN چیز کنیم و پروسس رو بزنیم یه هلو ورد یه چیز میکنه که این برای فان بودنشه یه جورایی و خب این هم از تنظیماتشه که ما اینو میزنیم دوباره وایت بشه و این به این شکله. اگه اگزیت رو بزنیم از برنامه بیرون میاد. خب این بود از خلاصه ای از نحوه کارکرد این برنامه. میدونم تا الان خیلی ممکن زمان طولانی شده باشه، یعنی توضیحاتم طولانی شده باشه، ولی خب دیگه خواستم که نحوه کارکرد این برنامه رو ببینید. حالا برنامه چجوری اجرا میشه و اصلا چی به چیه. وقتی که برنامه رو اجرا میکنیم میاد و اولین کاری که میکنه این فایل ها رو، این بخش ها رو ایمپورت میکنه و وارد برنامه میکنه. من اینو داخل یک شرط ترو گذاشتم که همیشه اجرا بشه، ولی از اینجا هم بتونیم جمعش کنیم انگار و کدامون ساده و خلاصه اینجوری جمع و جور باشه. پس این بخش اولش مربوط به ایمپورت هایی که ما در طول برنامه انجام میدیم و ازشون استفاده میکنیم. بعدیش بخش تنظیماتی که ما یک سری تنظیمات اینجا چیز کردیم و یک سری اتفاقات اینجا میفته که برای من نمیخوام توضیح بدم، ولی خب بعضی چیزاش واقعا غیر بهینه است. ما میتونیم اینا رو به صورت یک لیست، مثلا بعضی چیزاشو با لیست ترکیب کنیم و ظاهر خیلی بهتری رو بسازیم. حالا باز از اینا هم میگذریم، من نمیخوام کداشو توضیح بدم و بگم هر کدوم چیکار میکنه که زمان ویدیو هم طولانی نشه. پس اول برنامه میاد اینا رو اجرا میکنه، یک سری چیزا مقدار دهی میکنه، یه جورایی اینیتشه مقدار دهی میکنه. در ادامه میاد از این پایین برنامه رو اجرا میکنه که میشه این کلاس موزیک پلیر اپ. در واقع اینجا اومدیم چند تا صفحه رو بهش معرفی کردیم و یک اسمی به هر صفحه اختصاص دادیم. حالا برنامه اصلیمون از این استارت اسکرین شروع میشه. استارت اسکرین چیه؟ اگه بخوایم تو برنامه نشون بدیم، استارت اسکرین دقیقاً همین صفحه‌ایه که اینجا وجود داره که میتونیم به 3 بخش تقسیم کنیم. یک بخش شامل این 3 تا مورد بالا که میشه انگار هدرش، یک بخش این وسطش که انگار بادی میتونیم بهش بگیم، یه جور بدنشه، و یک فوتر که اون پایینشه. به همین سادگی، یعنی ما به 3 بخش میتونیم اینجا رو تقسیم کنیم و هر کدوم رو به یک شکلی طراحی کنیم. در بخش هدرش ما 2 تا دکمه داریم و یک اسپینر. به این حالتش میگیم اسپینر، یعنی یک چند تا دکمه دیگه به ما انگار دسترسی میده، میتونیم ازشون استفاده کنیم. اینجا یک لایک داریم که دیدید مال لایک کردن و یک سیتینگز داریم که مال تنظیماتشه. با فشار دادن این پلیلیست این چند تا مورد میاد که هر کدوم یک پلیلیستی هستش که ما از قبل ساختیم. در واقع هر کدوم از اینا مربوط به یک فایل CSV با همین اسم میشن که الان میبینید که اینجا یک MJEN وجود داره و اینجا هم یک فایل MJEN.csv هستش. پس هر پلیلیستی که ما میسازیم در واقع یک فایل CSV هستش که هر چیزی که به پلیلیست اضافه میکنیم مسیرش داخل این فایل پلیلیست ما ذخیره میشه، یعنی درون اون مسیرهایی که ما آهنگای پلیلیست رو اونجا قرار میدیم. شاید این حرفا یکم گیج کننده باشه، ولی خب الان میریم که ببینیم چی به چیه. وقتی ما این MJEN رو مثلا بزنیم، مثلا اگه اینو بزنیم، اولین چیزی که اتفاق میفته میره وارد یه صفحه دیگه میشه که این صفحه دیگه مربوط به این کلاس پلیلیسته، یعنی ما یک صفحه رو جداگانه اینجا قرار دادیم که البته اگه از قبل یکم پیش زمینه‌ای در رابطه با کیوی داشته باشید میدونید که هر صفحه توسط یک کلاس تعریف میشه که میتونید ویژگی مختلفی به اون کلاس اضافه کنیم. خب پس چی شد؟ ما وقتی که از بخش پلیلیست یا همون اسپینرمون یک گزینه رو انتخاب کردیم وارد یک صفحه جدیدی میشه. بعد از اینکه وارد صفحه جدیدی شد چه اتفاقی میفته؟ اینجا میاد اون
اسمی که ما انتخاب کردیم رو فایلش رو باز میکنه، یعنی اون فایل CSV رو مثلا میبینید اینجا mjen.csv باز شده و اگه آپدیت رو بزنیم میاد اون فایل رو بازش میکنه و تمام اون مواردی که داخلش هست رو میاد اینجا به ما نمایش میده که با یک سری کد هم نمایش داده شده. حالا بریم داخل این فایل mjen.csv ببینیم چی داره. بذارید اینو اول ببندیم. نه دیگه اینو چرا ببندیم، اینو اینجوری میکنیم میام داخل این. الان برنامه‌مون باز شد و ما از اینجا mjen انتخاب میکنیم. این میاد فایل mjen.csv رو باز میکنه و اگه آپدیت رو بزنیم میاد تک تک این موارد ببینین اسمشون دقیقاً همین چیزی که اینجا هستش. و حالا با فشار دادن هر کدوم از اینا چه اتفاقی میفته؟ ما وقتی این دکمه 3 رو مثلا فشار میدیم دوباره میاد فایل mjen.csv رو باز میکنه، یه متغیری تعریف میکنه که از صفر شروع میشه، یعنی مقدار دهه اولیه صفره و با استفاده از یک حلقه فور میاد هر دفعه به این متغیر یه دونه اضافه میکنه و هر موقع اون متغیر با این کد فایل یکی شد میاد مسیرش رو میبره به یک بخش دیگه و از اون بخش صدا رو اجرا میکنه. به همین سادگی، چیز خاصی هم نداره. پس چی شد؟ ما وقتی مثلا این mjen رو فشار میدیم میاد این فایل CSV رو باز میکنه و اگه آپدیت رو بزنیم میاد تک تک اینا اسمشون رو برمیداره و اینجا نمایش میده و اگه لایک هم بزنیم میاد این مسیرش رو برمیداره و میبره تو یک فایل دیگه که اینجا نوشتیم like.csv. حالا این برنامه رو ببندیم بریم تو این بخش بعدی. بذار من دوباره برنامه رو اجرا کنم که همش رو از این برنامه توضیح بدم. ما اگه این لایک رو بزنیم چه اتفاقی میفته؟ با زدن این دکمه وارد یک صفحه دیگه میشیم که اینجا میبینید یک آپدیت داره که اگه آپدیت رو بزنیم مثل اون مشابه اون بخش قبلی میاد فایل like.csv رو باز میکنه و به این شکل تمام چیزاشو نشون میده. ولی اگه آن لایک رو بزنیم چه اتفاقی میفته؟ دوباره مشابه فایل قبلی میاد، مشابه اون بخش قبلی میاد کدش رو برمیداره با یک متغیر و یک حلقه فور اینا رو هی پیمایش میکنه و هر موقع این متغیر با کد فایل برابر شد میاد این بخش رو حذفش میکنه، یعنی میاد از داخل این فایل like.csv این مورد رو حذف میکنه. این کار با گزینه unlike انجام میشه. unlike رو بزنیم این بخش ها رو حذفش میکنه. پس این شد از بخش لایک که میتونیم لایک کنیم که اگه لایک کنیم میبینید به این بخش اضافه میشه. ببینید از اینجا اضافه میشه و اگه اینجا بزنیم آپدیت رو بزنیم از اینجا دونه دونه حذفش میکنه. خب پس این شد از این بخش. حالا دوباره بریم داخل این بخش بعدی. من چرا برنامه رو بستم نمیدونم. بخش سیتینگز رو که بزنیم وارد یک صفحه دیگه میشه که این باز میشه مربوط به همین کلاس سیتینگز، یعنی یه صفحه دیگه که این سیتینگز رو اجرا میکنه. ما با استفاده از یک چیزی که من نمیخوام اینجا زیاد توضیح بدم میایم اینا رو پیاده سازی میکنیم، انگار 3 بخشش میکنیم، هر بخش یک چیزی داره، میتونیم یک سری دکمه ها رو و چیزایی که خودمون دوست داریم بهش اضافه میکنیم و با زدن این دکمه ما وارد یک صفحه دیگه میشیم که اینجا میره وارد کالر سیتینگز میشه. این بخش بالاییش توسط یک چیزی به برنامه اضافه شده، یعنی من خودم نیومدم تک تک این موارد رو اضافه کنم، یک چیزی رو طراحی کنم. این کادر بالاش یک بخش آماده است که مال خود کیویه، شما میتونید فقط یک ایمپورت کنید و ازش استفاده کنید. با زدن هر کدوم از این دکمه میاد این کدش رو برمی‌داره، این کد چیزش رو برمی‌داره، کد رنگش رو برمی‌داره و با زدن هر کدوم از اینا میاد اون کد رنگ رو به این پس زمینش اعمال میکنه و اگه یس رو بزنیم یک جای ذخیره میشه که این میشه مربوط به فایل settings.csv. اینو الان بهتون توضیح میدم که هر کدوم چی جوریه. این بخش لیست کالر هم همینطور و این بخش بک‌گراند کالر هم همینطور، یعنی هر کدوم یک چیزی بهشون تخصیص دادیم، یک چیزی بهشون اختصاص دادیم و با زدن هر کدومشون یک بخشی یک چیزی داخل این فایل settings.csv ذخیره میشه. در ادامه یک another settings داریم، یعنی یک تنظیمات دیگه
بعد اینجا یک کادر بهش اضافه کردیم با یک دکمه که محتویات این کادر رو بررسی میکنه که اگه مثلا ما آر رو بزنیم، همونطور که تو بخش اول ویدیو دیدید، اگه آر رو بزنیم برنامه از اول چیز میشه، ریستارت میشه، دوباره برنامه اجرا میشه. اینجا هم یک لیبل گذاشتیم با سویچ، اینجا هم همینطور، اینجا هم همینطور. و البته اینجا رو من با یک گرید لی‌آوت ساختم. حالا این گرید لی‌آوت چجوریه، چی به چیه؟ گرید لی‌آوت تو یکی از ویدیو قبلیم توضیح دادم که چجوری درست میشه و چی به چیه و الان نمیخوام توضیح بدم. به هر حال اینها هم یک سویچ با لیبلن که با آن و آف یک سری تغییراتی داخل این فایل settings.csv انجام میدن. خب و آره دیگه همین. حالا این تنظیمات ما کجا ذخیره میشه؟ اگه بخوام دقیق بهتون توضیح بدم، تمام تنظیمات برنامه داخل این settings.csv ذخیره میشه که در اجرای برنامه، یعنی در این بخش settings، میاد در یک بخشی این فایل settings.csv رو باز میکنه، تک تک فایلش رو میخونه و هر کدوم داخل یک متغیر خاصی قرار میده. که مثلا در یک بخشی از برنامه میگیم اگه مثلا مورد سومش برابر 0.10 باشه، یا یک تنظیماتی رو اعمال کن. به طور عملی به شما نشون بدم. خب میبینید که الان به این شکل وارد تنظیمات میشیم. اینجا مثلا میبینید این ورتیکال هورایزونتال، ببینید وقتی من تغییر میدم دقیقاً این فایل پنجمش چیز میشه، یعنی مورد پنجمش تغییر میکنه. اگه آف بودش بشه 0.1.0.1 و اگه آن بودش بشه 1.0.1.0. اینو شما هر چیز دیگه هم میتونستین بذارین. حالا من اینجا 1.0 رو اینا گذاشتم که یکم پیچیده بشه و هر کسی نگاه کرد متوجه نشه. واقعا نمیدونم چرا، دیگه همینجوری درستش کردم. به هر حال با هر تغییراتی که ما اینجا انجام میدیم یک چیزی اینجا تغییر میکنه. مثلا بذارید من یک رنگی هم عوض کنم. میبینید الان من مثلا اینو این رنگی میکنم. اینو اگه یس بزنیم ببینید اولیش تغییر کرد، یعنی رنگش دقیقاً همین چیزی شد که اینجا نوشته. و اگه ما برنامه رو دوباره اجرا کنیم، حالا این من تنظیماتش برمیگردونم، و اگه ما برنامه رو دوباره اجرا کنیم این میاد تمام این بخش ها خونده میشه و داخل متغیرهای مربوطه ذخیره میشه و داخل برنامه از اونها استفاده میشه. دیگه توضیحات دیگه هم نمیدم چون نمیخوام ویدیو طولانی بشه. حالا این سه بخشش که گفتم، حالا میشه بخش بادی یا بدنش. این بخش دقیقاً چیکار میکنه؟ ما با یک گرید لی‌آوت هر ردیف رو سه بخش تقسیم کردیم و میبینیم که چه مواردی داخلشه. با زدن مثلا این گزینه یک پاپ آپ ایجاد میشه و سه تا دکمه داره، یکی کلوزه و یکی اد و اینا، که ما با استفاده از کد این فایل ها و کد این پلیلیست ها میایم اون موزیک رو، اون مسیرش رو به اون پلیلیست اضافه میکنیم که کارکردش رو من واقعا نمیخوام توضیح بدم چون یک مقدار خیلی کم پیچیده است و توضیح دادنش خیلی طول میکشه. اینجا رو ما با یک صفحه قابل اسکرول تنظیم کردیم که فکر نمیکنم تو ویدیو قبلی بهش اشاره کرده باشم. خلاصه اینجا قابل اسکروله و شما میتونید بین این صفحه ها، بین این موارد بالا پایین برید و به این صورت. در یک بخشی گفتیم که در یک بخش از تنظیمات گفتیم منوی لفت بذارید. حالا نمیخوام اینجا توضیح بدم دیگه. این اگه آف باشه چه اتفاقی میفته، اگه آن باشه چه اتفاقی میفته. حالا برمیگردیم اینجا. اگه آف باشه این صفحه بخش سمت چپمون، این صفحه پلیلیستمون برای ما اجرا نمیشه. اگه آن باشه اجرا میشه و اگه آف باشه اجرا نمیشه. خب به این شکله. اینو ما با استفاده از یک قابلیت دیگه از کیوی انجامش دادیم و درست کردیم. یک لیبل داره، یک کادر داره و سه تا دکمه که با هر کدوم از اینا میاد و اسمهای پلیلیست رو به ما نشون میده. حالا این اسم از کجا میاد؟ برنامه چجوری میفهمه که ما چه پلیلیست هایی داریم و مثلا آره دیگه چه پلیلیست هایی داریم، از کجا باید حذفش کنیم و از اینجور موارد. حالا اینجا میگه 4 تا پلیلیست داریم. برنامه از کجا میفهمه؟
ما تمام این اطلاعاتش رو توی یک فایل CSV جداگانه به نام csv.playlist.csv ذخیره کردیم و میبینید که تمام اسمهای پلیلیست رو اینجا نوشته. وقتی ما مثلا میخوایم به یک پلیلیستی بریم، برنامه میاد این اسمش رو از اینجا بر میداره، جلوش یک .csv قرار میده و اون فایلش رو باز میکنه. ممکنه این فایل قاطی کردم، ممکنه این توضیحات هم یکم گیج کننده باشه، ولی خب به همین شکلیه که گفتم. پس این هم شد بخش بادی یا بدنش. حالا با زدن لایک چه اتفاقی میفته؟ با زدن لایک میاد این مسیر این فایل صوتی رو بر میداره و داخل like.csv ذخیره میکنه. مثلا اینجا کدش 7 میاد از فایل های صوتی که وجود داره کد 7 رو بر میداره، فایل ها رو پیمایش میکنه، مسیرها رو پیمایش میکنه و هر موقع اون متغیر برابر با 7 شد میاد و این مسیرش رو بر میداره داخل like.csv ذخیره میکنه. دیگه حرف دیگه نمیمونه. پس چی شد؟ اینجا یک گرید لی‌آوته که 3 بخشش کردیم، هر دکمه‌شو تنظیم کردیم. با زدن این بخشی یه اتفاقی میفته، با زدن این بخشی یه اتفاقی میفته و لایک هم یه اتفاق. و این بود از این بخش. این پایینش هم یک پلی داره که آخرین چیزی که ما روش ضربه زدیم میتون آخرین چیز رو برای ما دوباره پلی میکنه. اگر استوب هم بزنیم که استوب میکنه دیگه. مثلا این میدونم موزیک طولانیه، هر موقع ما استوب رو بزنیم پخش اون صدا یا موزیک متوقف میشه و به همین شکل و زیبا. حالا اگه اینجا ما اینو فعالش کنیم، اینجا آر رو بزنیم، برنامه بسته میشه، دوباره باز میشه و این پایین یک گزینه موزیک میاد. این موزیک از کجا سرچشمه میگیره، یعنی منبعش کجاست؟ این موزیک میاد بخش پلی اسکرین، یعنی یک بخشیه که این پلی میکنه. البته این چیزش هم یکم تنظیم نیستش، اینجوریه. آها الان یک نکته خیلی چیزی به ذهنم رسید، یعنی نگفتم اینو. برنامه یک مشکلی که داره اینه که رنگ پس زمینه برای هر بخشش اعمال نمیشه. مثلا میبینید اینجا اگه موزیک رو بزنیم اینجا مشکیه، ولی اگه اینو یک کم تغییرش بدیم، سایزش رو تغییر بدیم، میبینید که اینجا هم رنگش عوض میشه. و همچنین اینجا اگه اینجا دوباره اندازش رو یک کم تغییر بدیم، دوباره رنگ بک‌گراندش بهش اعمال میشه. و خب این یک سری از باگ هاییه که من رفعش نکردم و اصلا فکر نکردم که چجوری قرار رفع بشه. درباره این چیزا زیاد فکر نکردم. به هر حال بذار ببینیم چیزی دیگه اگه نگفتیم که ویدیو رو تمومش کنیم. خب بخش لایک رو گفتیم، پلیلیست رو گفتیم، اینم گفتیم. خب بخش دیگه نمیمونه، همه چیزش فکر میکنم گفته باشم. آره دیگه، به هر حال این بود از این موزیک پلیری که شما میتونید خیلی ساده درست کنید. من احتمالا سورس کد این برنامه رو براتون بذارم و شما اگه به این جور برنامه ها علاقه داشته باشید میتونید خیلی راحت حتی برنامه بهتر از این رو بسازید، یا مثلا این برنامه رو باکاشو برطرف کنید و خیلی زیبا و عالی ترش کنید. و دیگه حرفی نمیمونه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. شب شما بخیر، خدا نگهدار.